ساکنان جماعت دهاتی خانوادی شهر اسفره جشن نوروز عجم را با احساس بلند خودشناسی و خودآگاهی گرامی داشت سنت‌های پاک اجدادی و عزم و نیت‌های سازنده و آبادانی وطن محبوب گرم استقبال گرفتند. در این ردیف در بزمگاه که با رمزهای دولتی، پرچم‌های رنگارنگ ادانه، شیار و آویزه‌های ترنم کننده نوروز آرا داده بود، موافق به عنعنه‌های جاودانه ملی، معرکه‌های آماده نمودن طعام‌های نوروزی سملک، محفل‌های شعر و سرود و بازی‌های ملی برگزار گردیدند که به جشن اجدادی ما شکوه و شهامت خاصه عطا نمودند. نمایش هنرهای خلقی محصول دستان پزندگان و قنادان، رسم و آیین‌های نوروزی شکوه جشن نوروز را جلوه تازه بخشیدند. ضمن مبارکبادی‌های صمیمانه ذکر گردید که جهانی شوی نوروز ما وارثان این جشن زیبا و همایون اجدادی را وادار می‌سازد که در برابر افتخار کردن اینچنین برای منبع در سطح بلند تجلیل و احیا نمودن سنت‌های اخلاقی و معنوی و فرهنگی و ملی آن اقدام‌های بیشتر نماییم و به اهل عالم جهت معرفی نمودن فضیلت‌های والای انسان دوستانه آن پیوسته عزم و تلاش کنیم. برنامه رنگین فرهنگی با فراگیری تمامی عنعنه‌های ملی نوروزی طبع شرکت‌داران چاره‌بینی ادانه را بالیده نمود.